این آدم چگونه خودش را برتر از او نداند؟ چه میداند؟ آخه من میدانم من نماز میخوانم اون نمیخواند، من فلان علم را میدانم اون نمیداند، من امتیاز بر اون ندارم. این امتیازات ظاهری است، اینا ارزش ندارد. حتی اون نماز خوندن و اون واجبات انجام دادن و اون محرمات را ازش اجتناب کردن، همش امتیازات ظاهری است. این اکرمکم عندالله اتقاکم، اتقای حالا یا اتقای در عاقبت؟ کدام؟ اتقای در عاقبت دیگه. خیلی اتقای حالا بوده، اشقای در عاقبت شده. مرحوم ربی میگوید که شما از کجا میدانید که این جاهل فاسق فاجر و حتی کافر فعلی در روز مرگ فرد متقی نخواهد شد و شما فرد شقی نخواهید گشت؟ میدانید؟ ولی چه کسی میتواند این را بداند؟ هیچ کس نمیداند. وقتی امام میترسد از عاقبت، وقتی انبیا میترسیدن از عاقبت، جز برای خدا برای کسی روشن